من هنوز چیزی نگفتم همش گوشته. به به. سلام، میخوام برم دریا کنار هنوز قشنگه. اخ میدونم از سبز زار شالی زار هنوز قشنگه. عاشق تنگل و موی ساحلم حوث یار و دیار کرده دلم. احساس سنگینی نمی کنی؟ بارت خیلی سنگینه. با نیسان جا جاش کن، شاید برات سبکتر تموم شد. میدونی فشاری که الان رو اون شلواره رو غزه نیست. مامانتم که بی خودی نگارنه. تو ساعت 2 شبم بیرون باشی با این اوضاع کسی جرئت نمیکنه از 2 کیلومتری رد شه. مامانت بگو نگران این باشه که نخوریشون. ستونای تخت جمشید نازکتر از روناته. این دیگه رون نیست، تنه درخت ها. ذات زن پرهزینه است. شما برو یکی رو بردار اندازه جیبت، اینقدر نیایید دهن ما رو سرویس کنی که زن مال فلان. ببین وقتی گفتی زن، اون وقت باید استوب بزنی، فکر کنی، خوب فکر کنی. اون موقع متوجه میشی که زن پرهزینه نیست. اما جنده چرا؟ زن رو با جنده مقایسه نکن لطفا. خدا قوت پهلوان، اهداف بزرگ داشتی. همین که حامله نشدی خودش یه موفقیت بزرگیه، چون میدونی که قیمت کاندوم خدا تو منه. پسریو داریم که سیگار نکشه، مشروب نخوره، میمونی هم نره، دوست دخترم نداشته باشه، در ضمن سر کارش هم بره. داریم؟ این پای برام کامنت. آره مگه میشه نداشته باشیم؟ اینم پسری که با مشخصاتی که گفتی بفرما. آره با این همه مردونگی تو من نمیبینی؟ الان فهمیدی؟ با این مشخصاتی که گفتی پسر که هیچ کیونی هم نمیتونی گیر بیاری. منم شدم مثل تو من کی بلده نصف تو اینم شانس بود. وای با حالت، دو سوراخم که نیستی. آزدانه من سلطان قلبه، ویرانه من تو گر نباشی جان را چه کنم سلطان قلبم منتظر. تو کپشن نوشته یه نقطه ریز داشت. آره سمت راستی یه بوس دیگه خواست. منظورم اینه خط ایران سلم را اول تو یه قاب. نوش جونت، میشه منم ببوسم ایشون؟ این پول 100,000 2 تومانی آبیه، 8 تومانی نارنجیه که هم رنگ نارنگیه. این خوشگله $1 لوگو شبیه خیاره در هممون میذاره. آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای ما یه پشند. سل علا سترکه چشم ترام بترکه. سلام ستیرکه. یا خدا اینم از ترامپ میترسه. ترامپ باید از این بترسه. صادقانه بگو ببینم، من یا پول؟ برام کامنتش کن. ببین داداش، من یه سوالی داشتم. رفتم این پست رو نگاه کردم، 2 میلیون ویو خورده، 1000 نفر لایک کرده، 10,000 تا کامنت گذاشتن. به جای این که انتخاب کنن یا خودتو یا پول انتخاب کنن، همشون نوشتن کون. منظورشون چی بودن؟ میگم ما برای جلسه اول ترمیم ناخن خیلی بازش کردین ها. منظورم اینه که جلسه های بعدی چقدر باز میشه استاد؟ مشتبه قطیچ کن.
ما الان چطور بدونیم دختر زنده است یا مرده؟ لااقل توضیحات یه چیزی بذار بدونیم، نگرانیم. اگر رفته باشه توش اون موقع چی؟ اینجوری هستیم؟ مگه نمیگین ولنتاین روز عشقه؟ پس چرا فقط مال بزرگاست؟ و اونا فقط به هم هدیه میدن و همدیگه رو میبینن. خب ما هم دوست داریم همدیگه رو ببینیم، تو روز ولنتاین شاد باشیم. همش داریم فرق میزنین آخه. قربونت برم، مرد که گریه نمیکنه. اینم اینستا یا نه روبیکا ولنتاین نداره. تو اینستا هم کمیایی باید سبیلات تون بزنی تا روش کنه. اون موقع یه خاک به سرمون میکنیم. الان اینقدر بغض نکن، گریه نکن عزیزم. اینستا رو پاک کن تا سبیلات نیومده نبینم تو اینستا ها. میگم پسرم بدبختن ها. فکر کن سالار بزرگ باشه، درشت باشه، کنه خوبی باشه، خروسی نباشه، از همه مهمتر که مد شده رگدار باشه. خیلی بد داره میخوری ها، خودت خواستی. منظورم اینه که سالاری که با این مشخصاتی که میخوای، میدونی اون سالار چی میخواد؟ یک کون تاقچه‌ای میخواد که وزنش بیشتر از 30 کیلوگرم باشه. مامایی میخواد که سایزش بیشتر از 95 باشه. تو کدومشو داری؟ بعدش هم تو بده. همین خروسی‌ها کاری میکنن که یک ماه نتونی راحت برینی. عزیزان، لذت دنیا کسی برد که هم بخشید و هم پوشید و هم خورد. ما که میدونیم منظورت این نیست. اینجوری که تو خطش انداختی جلو و دوربین، پس معلومه لذت دنیا رو کسی برد که زیب شلوار رو کشید و دید و گایی. فکرم زلزلی که میشه بهم فلش میده بیت برات استرس صورت صدای پیکر بدون منیجر میدم انگشتت کنن همه سر لنگ تو میگیرم دارک تنگل گوش جانت اینجا ساند تیکر من تو بمیرم بهت میدم. اون وقت به این عظمت کلیدش دست ماست. اسمتو بگو بدون اینکه اسمتو بگی. توی ما یه چند شبی هست که همه دارن منو میخورن. اسمتون چیه؟ سحر. صبح زودتر از صاحبم بلند میشم. سالار بلند میشه، سر رو میخوره. باورتون میشه من تیر پارسال عروسیم همینجا بود، امسال اردیبهشته و یه نینی 4 ماهه تو شکم داریم. باورتون میشه هنوز سالگرد عروسیمون هم نرسیده. نه باورمون نمیشه. اتمو کشف کردی. میدونی یعنی چی؟ غیر ممکنه. بابا تو دادی، اون وقت توقع داری ما حامله میشدیم. دادی دیگه حامله شده. همین باورمون میشه. بله افتخارم که تو داری رونالدو نداره. اسکو حامله شده. آجی قدو ببین یا خدا، فیسو ببین یا خدا. آجی قدو ولش، فیسو ولش. سوگولی نصرالدین شاه رو ببین یا خدا. مشت و قطعش کن.